پرسیس که داگستانیست. کسی اذیتم میکرد میزد. سر یکی رو شکوندم. خود چند ساله بودی؟ 11. من چند ساله بودی؟ 16. تاجیکان، ایرانی‌ها، سمرقند، بخارا. من قول دادم کمربند رو بگیرم بعد برم ایران. حریف آینده ای تو ممکن که برای کمربند با تو جنگیدن؟ تا آخرین نفسم مثل شیر می‌جنگم. 80% من نمیتونستم نفس بکشم، ولی من به عشق مردم پارس می‌جنگم. از شاعران، از نویسندگان فارس زبان، فارس تاجیک. ما بزرگترین تاریخ دنیا رو داریم. برادر ما چی از پامیر، چی از هیرات، چی از تهران. اینو بگیر نزدیک صدا نمیره. دو اینکه برادر بزرگ من علی اسمه. همسر داریم؟ خانواده شدن؟ تو میدونی ما ایرانی ها بهترین هدیه خداوند داخل زندگی آدم پدر و مادره.